خب با عرض سلام مجدد با خود دیر شارژی در خدمت دوستان هستیم. میخوام اینو باز بستش کنم و یک سرویس یا چینشگر بوکسی از اینو ویدیو ازش تهیه کنیم و بذاریم تو پیچ. خب باتش جدا کنم. من پیچای اینو باز کنم. پیچاش 4 تا پیچ پشت داره، یه قاب پشت داره این مدل. پیچ قاب پشتی کوتاه‌تر و کوچیک‌تر. پیچاش بذاریم کنار، اینم بذاریم کنار، پیچای اینم بذاریم کنار، این دیمر هم بذاریم کنار. خب مفید اینو بازش کنیم. خب پیچ پشتی از این تخته ابزارمون برداریم. خب این حدوداً تمیز سرویس هم لازم نداره. اینو فقط جهتی که یک آموزش ازش بگیرم الان دارم بازش میکنم. این دیر شارژی دم دست خودمه با این ابزار رو باز بس. شما اگه توجه به موتور به هیکل این دیر شارژی بکنین همه چیز دستتون میاد. من کلیسو بردارم از اینجا یه تست بگیریم و فقط از هم موتور این بذار من کلا خارجش کنم. خب این یه لاستیک تای هم داره. من کلا بازش کنم. ما با این قاب کار نداریم. اینا رو بذاریم فعلا کنار. بذاریم کنار. خب شما هیکل موتور رو نگاه کنید. این از اون مدل دیر شارژی هاییه که موتور بزرگ، یعنی اینا معروف موتور بزرگ. خب دورش چنده؟ 46 سانتی متر. من خودم اینو یه جا بنویسم. چهل و 6 میلیمتر. بخشین گفتم سانتی متر. عذرخواهی میکنم از خدمت دوستان عزیز. دستم گریسی شده، این گریسی رو تمیز کنیم. خورده به اینا گریسی که اضاف بوده داخل این میزنه بیرون از گیر بوکس اضافه شد. خب 46 با رینگ دور دقت کنین. 46 بدون رینگ دور اندازه دست دور موتور 46 میلیمتر با رینگ و چند بود؟ 42 میلیمتر بدون رینگ دور. خب بعد اندازه بلندیش هم که ما باید کلا گیر بوکس باز، این چون قبلا باز شده علامت گذاریش انجام شده. من گیر بوکس بذارم کنار. شما الان تو هر دیر شارژ دیگه نگاه می‌کنید این قطعش پلاستیکی بود. این لاستیک تای هم داره مثل ابزارهای برقی. بعد ما از ته تا این نوک اگه بگیریم اینم 65 میلیمتر طول موتور. و دیگه چی رو نیاز داریم؟ ما یک اندازه باید بگیریم از ته شفت موتور تا سر شفت و قطر شفت هم نیاز. یعنی اصلا کسی موتور رو بخواد تهیه کنه چند تا چیز رو باید اندازه گیری کنه.
اینجوری نمیشه تک دستی. خب ما از روی این شفت بگیریم تا این شفت. خب 87 میلیمتر طول شفت موتور. دیگه چی نیازه؟ قطر. حالا ما باید قطر رو بگیم، اینم مهمه برای تهیه موتور، اینم مهمه. خب ما با کولیس بندازیم چقدر؟ نیم سانتی، 5 میلیمتر. 5 میلیمتر قطر شفت موتور دریل AEG 14.4. خب ما اینا رو نوشتیم، بذاریم که اینا باز دردمون مخوره. خب لاستیک تر رو توجه کنین. معمولا من اینا رو یکم روغن میزنم. الان روغن دم دست ندارم، احتمالا قبلا زده باشمش. خب این یه شیاری داره پلاستیکیه، میفته تو این شیاره. ما لاستیک تر رو میزون میکنیم، سر جاش قرار میدیم. این دل شارژی یکی از اون آموزش های بسیار عالی و خوب در میاد ازش. خب اینم هیتسینگ ماسفتشه، از اینجا باز میشه، یه خارایی داره، نگاه کنین. من اینو باز کردم چون ماسفت سوخته، ماسفتشو عوض کنم و حد بردش هم کنده شده بود و درد سر داشتیم و خلاصه عوضش کردیم. منفی و مثبت هم که میره به موتور. خب ما موتور کار نداریم، بذاریم کنار. این کولیسمون هم بذاریم سر جاش رو تخته. خب ما با کولیس هم کار نداریم، بیایم بچسبیم به باز کردن گیربکس این. خب پیشگوشی 4 سو، ما پیشگوشی 4 سومون رو برداریم و اینو پیچاش رو باز کنیم. شما نگاه کنین الان گریس از زده بیرون، گریسی که از زده بیرون، این گریس توی این دستگاه اضافی بوده. همین مدل آیگه یک 18 ولتی هم داره، اگه دوستان از اون داشته باشن یا گیرشون اومد به نظرم تهیه کنن. باز اون از این قول تره، بیشتر قطعات گیربکسش فلزی و خیلی ببخشیم بسیارم دل شارژی قوی و قدرتمنده. اصلا هرچی ولتاژ ابزار میره بالا تو شارژ ها، یعنی قدرت هم داره میره بالا. ما دل شارژی 7.2 ولتی داریم، نمیدونم 12 ولتی داریم، عرضم بزرگتون که 14.4 داریم و 18 ولت. خب طبیعتا اینا قدرت هاشون ما هم پنسه بردارم از اینجا. خب یکی یکی ما اینا رو جدا میکنیم. اگه همجوری به ترتیب اینا رو باز کنیم بذاریم معمولا به مشکل کسی نمیخوره. بزنیم از این مدل پیچشی های فکر کنم، سولاخ هم نداره. ما اینو بتونیم بچرخونیمش که خارج بشه. خب واشر استیل ضد سایش همیشه هست، یه رینگ دور و این سه تا دنده که ماله اینه با هم دنده خورشیدیش درش میاریم. اینم از این. خب ما میرسیم به این قطعه. این قطعه تو اکثر دل شارژی های 2 سرعته احتمال خرابی همینه که این دوتا خراب میشن. توجه کنید این قطعه با این قطعه اینا خرابی دارن، دنده هاشون خورده میشه. معمولا این پلاستیکیه دندوناش خورده میشه. حالا این دیگه بالاخره جنس آلمانی قدیمیه، خب بالاخره کار خودشو کرده و جنس سالمه. این همه
از کارکرد این گذشته و این همچنان ماشاءالله سالم دنده‌هاش. اگه دقت کنید بدون کوچکترین خوردگی و اینکه پلاستیکی. این جور ابزارا رو با ابزارای الان اصلا نمیشه. حتی این ابزارای گرون قیمت الان مثل این رونیکس و توسن و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. خب بعد نوبت اینه. این 5 تا دنده داشت. یه رینگ، یک واشر ضد سایش دیگه داریم، یک رینگ دور دیگه داریم، این همینجوری خارج میشه که دنده ها افتاد. ببینم کجا افتاد، اینو پیدا کنم تو این بلبشو. خب اینم از این و اینم از دنده انتهایی. خب ما دیگه چی داریم الان نوبت این قطعه این که ثابته یا در میاد؟ این نه، این در میاد. تو یک درشارژی بود این ثابت بود. من با یک ابزاری که دستم برسه میتونم اینو فعلا به جای همبرای دیگه دست ما به این رسید. خب اینم خارج میکنیم. خب الان شما دقت کنید این کار قلف کردن اینو این دنده ها، این ساجمه های استوانه‌ای انجام میده. 6 تا دنده ساجمه استوانه‌ای ما داریم اینجا و 2 4 6 تا ساجمه گرد داریم اینجا. اینو بذارم سر جاش. فعلا با این کاری نداریم ما. یه قطعه دیگه هم داره، اینم در میاد. مثلا اول ببینم همینو پنس ما یکم ضعیفه. دنده ها یکی که ما خارج کنیم. این ساجمه های استوانه‌ای کار قلف شدن رو انجام بدن توی. خب این قطعه سپایه بعدی روش چیزی داده. این دنده ها مثل فرزای بوش و فرزای معروف روشون یک حکاکی داره. مثلا اونا زده ام جی، الان روی زده 171 خط فاصله با یک دیگه. بعد ما میرسیم به ساچمه ها. حالا ما ساچمه رو در نیاوردیم دیگه، فقط میخواستیم یک چینش گیربکسی انجام بدیم که دوستان فقط ببینن اینجا رو. این قطعه رو ما در نیاوردیم این اصلا. خب این هم از این قطعه. خب همچنان داره از این قطعه در میاد. ما اینم در بیاریم. 2 تا واشر اینجا بوده، بعد میرسیده به این شفته و چی داریم ما اینجا؟ یک دانه دستمال بین رو پاک کنیم. کاغذی ما گریسیم پاک کنیم ببینیم داخل چه خبره. خب ما برای اینجا اگه دوستان توجه کنن گریس ها رو من جمع کنم.
این قسمت های سوراخ داره و احتمالا گریس تو خودش ذخیره میکنه. خب ما ببینیم میتونیم این چیزا رو برای دوستان باز کنم که ببیننش. خب خارش خار باز شونده. ما خار با یکی میشه اینجا. فکر کنم این مدل، بله این مدل 7 اینچیه. خار باز کنیم ما به درد این نمیخوره، براش بزرگه. متاسفانه بعد از این خار باز کنه اگه ریز باشه این مدلی هست که تاپ طول داره. بگذاریم حالا این هم سه نظامشه که سه نظام اتوماتیکه. اینا نیم اتومات هم داریم اینجا میچرخن روش زده آیگه زو و سه نظام 10-3 روش قیچ. خب دوستان عزیز بریم برای مونتاژ کردن گیر بوکس. چربی اینو پاک کنیم. خب دو تا واشر اینجا قرار داده بود شده، یکیش اضافی شده بهش. دو تا واشر میخوره سر جاش. ما این ساژمان رو در نمیاریم، ساژمان گرد داره، یه دونه مستقونی داره، اون کار نداریم. این ستاره ایمانه یک زائده داره داخل قرار میگیره، اینو میذاریم به قفل کن قرار میدیم داخل و ساژمانش هم قرار میدیم. داخل پوسته یه ساژمه دیگه میخوره اینجا. خب قطعه بعدی این رینگ دوره. رینگ دوره این تصویر دیدین یا نه؟ اول واشرها خورد، بعد این ستاره مانند 2 4 6 بره، بعد این قطعه 3 شاخه که سوار شف شد و این قطعه قرار میگه روی دنده ها. خب بعد نوبت این قطعه از حالا ما باید دنده هاش جا بزنیم، یک کمی ما رو احتمالا اذیت میکنه تا جا بره. بعد تا جا خورد، خدا رو شکر اینم جا خورد. نوبت به قطعه بعدی، نوبت اینم که چند تا شیار داره و دقیق مشخص نیست که این دقیقا رو این قرار میگیره مثلا یا مثلا رو این یکی، از هر سمت جا میخوره. خب ما این قطعه بعدی رو ببندیم. که تغییر حالت. خب
چون این قبلا علامت خورده جاش مشخصه. ما پیچاشو ببندیم، اول دو سمتشو ببندیم که از دو طرف انگار پیچیده بشه پیچ و محکم اینو بگیره. دستمال رو بردارم، پیچ اینو ببندم وقت دوستان نگیرم من. خب پیچ اینو من بستم. برسیم به این قطعه که میره این داخل، جا نخورده، همچنان بچرخونیمش تا جا بخوره. الان جا خورد. بعد بابت این رنگ دور این ور اون ورم نداره. خب چهار تا شیار داره. کلید تغییر حالت اینجوری عمل میکنه. ما بریم این قطعه دنده بعدی رو سوار کنیم. بهتره که ما اول اینو جا بزنیم بعد اینو جا بزنیم. خب حالا این رنگ دور حالا دنده هاش باز بیرون که قفل داره. قطعه بعدی رو قرار بدیم سر جاش. خب موتور رو ببندیم دوستان. طبیعتا باید اینجا باشه جاش، چون یک علامتی داریم. خب این الان قفل شد. من برای تستم پیش شده یه لحظه باتری رو به این متصل کنم. روی سرعت دیگه باتری رو جدا کنم بذارم کنار. پوسته رو بیاریم جلو. این گیسایی که زده ازش بیرون اضافه بوده سیگار قبل پاکش کنیم.
موتور و گیر بوکس رو سر جاش قرار بدیم. خب این از کلید تغییر سرعتش رو بذاریم. ببینیم از کدوم سمت برعکس گذاشتیم. کلید تغییر سرعت. خب کلید تغییر سرعت. کلیدم سر جاش جا خورد، فقط مونده اینم سر جاش جا بزنیم و قرارش بدیم داخل پوسته دریل شارژی. خب این از این، اینم از این. این کلید تغییر سرعت. بعد مونده که اینم انجام میده، اینم انجام میشه. سیما رو بدیم سر جاش، پوستش رو بذاریم سر جاش و البته یک قطعه دیگه هم داره مال کمربندیشه. اینم اینجا قرار میگیره و حالا ما موتور رو سر جاش تکون خورده. موقع بستن همیشه یک سری مشکلات به وجود میاد. الان جا خورد. این چون بزرگم هست موتور گیربکس بزرگه، یه چیزی تنظیم نباشه باید همه چیزا رو به هم بزنه. خب بدون فشار همه چیزا سر جاشون قرار گرفته. ما میتونیم الان یکی دو تا از این پیچا رو ببندیم یا اصلا کلا همه پیچاشو ببندیم. بعد بریم قاب پشتش رو ببندیم. من صرف کردم شو با دست انجام بدم. خب پیچای قاب پشتش رو ببندیم. به تست نهایی از این بگیریم. خب 4 تا پیچش رو قرار دادم. اینا رو خب دستی پیشون صرف کنم که آسیب نبینه. بسیاری از جا پیچاش دیگه اون رو بزنن عرض شدم دیگه. خب بدون تست نهایی گیربکس رو باتری بگیریم. شبگرد راستگرد چون روی ترکمتریه که زوری نداره به صورت که بتونه اینو اینجا صدای ترمزشه. ترمز کلید معروفه بهش. این تق آخری که میکنه مال اونه. آقا با تشکر از همه دوستان که وقت گذاشتن به این آموزش
فاز بست و چینش گیربکس این مدل دل شارژی رو دیدم و واقعا تولید محتوا مشکلات خودشو داره. دوستان بی زحمت اگه دوست داشتن لایک و سابسکرایب فراموش نشه. با امید دیدار مجدد، خداحافظ.